شماره 12. جان نرگس. جان در سال 2017 با یه مدل صربستانی به نام یلنا میلوساویویچ در هلند ازدواج کرد و خوشبختی این زوج در سال 2018 با به دنیا اومدن دخترشون میلا کامل شد. شماره 11. مورات آیگن. این بازیگر متأهله. اون در سال 2010 با بازیگری به نام نیهان آسلی الماس ازدواج کرد و در سال 2015 هم این زوج صاحب دختری به نام نیل شدن. شماره 10. فیرات آلتونمشه. از اینکه فیرات الان با کسی در ارتباط هست یا نه اخباری در رسانه ها نیست، اما اون در سال 2019 بدجوری با اخبار عاشقانش سوژه رسانه ها شد. جریان از این قرار بود که فیرات و عشق ناشناس 3 سالش توی یک کافه به دلایل نامعلومی مشاجره شدیدی کردند تا جایی که این دعوا به خیابون کشیده شد و دوست دختر فیرات هم صورت اونو با ناخوناش حسابی زخمی کرد و فیرات با اون قیافه زخمی تا مدت‌ها سوژه رسانه ها شد. شماره 9. تورکو توران. این بازیگر در سال 2012 عشق کوتاهی رو با انگین اوزتورک تجربه کرد و بعد از اون به مدت 4 سال با اوزان ارتورک رابطه عاشقانه داشت، اما گویا در حال حاضر هیچ مردی توی زندگی اون نیست. شماره 8. جان کات آیدوس. این بازیگر 29 ساله در حال حاضر مجرده و با کسی رابطه عاشقانه نداره. شماره 7. گومچ آلپای آسلان. این بازیگر متأهله. اون در سال 2012 با شخصی به نام آجار آسلان ازدواج کرده و این زوج دختری 2 ساله به نام مرجان دارن. شماره 6. بیگه اونال. بیگه از سال 2015 و با بازی در سریال مارال بهترین داستان من مرد رویاهای خودشو پیدا کرد و اون کسی نبود جز آراس بولوت اینملی. این زوج چند باری میونشون شکراب شده و جدا شدن، اما هر بار خیلی زود با هم آشتی کردن. آخرین جدایی اونا مربوط به تابستون 2021 میشه، اما به تازگی با هم به آمستردام رفتن و آشتی کردن دوباره‌شون و این دفعه اونجا جشن گرفتن. شماره 5. ریزا آکین. این بازیگر 64 ساله متأهله. اون در سال 2019 که برای شرکت در کارناوال بین‌المللی شکوفه‌های پرتغال به زادگاه خودش آدانا رفته بود، همونجا توی یه باغ پرتغال با یه خانم ژاپنی به اسم میهو شیموتاشیرو ازدواج کرد. شماره 4. جیدا دوونجی. این بازیگر نه یه بار بلکه تا الان 3 بار ازدواج کرده و در حال حاضر متأهله. اون از سال 2000 تا 2002 زندگی مشترک 2 ساله‌ای رو با بازیگری به نام کان گیرگین تجربه کرد. بعد از اون در سال 2008 با روزنامه‌نگاری به نام انگین آکگون ازدواج کرد، اما این زوج که دختری به نام میلیسا نور دارن در سال 2013 از هم جدا شدن. آخرین ازدواج جیدا در سال 2015 با بازیگری به نام بولند شاکراک بود که همچنان هم ادامه داره. جیدا از این ازدواج هم پسری به نام اوکان علی داره. شماره 3. رها اوزجان. رها اوزجان متأهله. اون برخلاف خیلی از بازیگرا یه زندگی مشترک پایدار رو تجربه کرده و الان 20 سالی میشه که با متخصص تغذیه‌ای به نام یشیم اوزجان ازدواج کرده و از این ازدواج صاحب یه دختر و یه پسر شده. شماره 2. هازال کایا. هازال در حال حاضر متأهله، اما اولین رابطه اون که 1 سال هم بیشتر طول نکشید در سال 2009 با بازیگر ترک آلپر سالدیران بود.
بعد از اون هازال در سال 2010 با عکاسی به نام جاهیت باهاپارس یه رابطه 2 ساله داشت. هازال در سال 2012 عشق کوتاهی رو با سارپ بوزکورد تجربه کرد و در نهایت هازال بعد از 5 سال رابطه عاشقانه با کارگردان و بازیگر ترک علی آتای در سال 2019 با اون ازدواج کرد و خیلی زود هم در همون سال پسر اونا فیکرت علی به خانواده 2 نفره اونا اضافه شد. شماره 1. آراس بولوت ایناملی. آراس از سال 2012 تا 2013 برای مدت کوتاهی با بازیگری به نام الوین لوینلر در ارتباط بود و بعد از اون در 2014 رابطه عاشقانه نافرجامی رو با جیلان چاپا تجربه کرد. در سال 2015 با بازی در سریال مارال بهترین داستان من، آراس با بیگ اونال آشنا شد و از اون موقع تا الان عشق پایداری رو با بیگ اونال تجربه کرده که با وجود قهر و آشتی‌های زیاد همچنان ادامه داره. اما با وجود این رابطه طولانی هر وقت از این زوج در مورد ازدواج سوال شده، اونا گفتن فعلاً قصد و برنامه‌ای برای ازدواج ندارن. به نظرتون آخر رابطه عاشقانه این زوج به کجا ختم میشه؟ خب، نظرتون راجع به این ویدیو چیه؟ شما مثل من از طرفدارای زوج آراس و بیگه هستین یا نه؟ نظراتتون رو برای ما بنویسین و این ویدیو رو حتما لایک کنین و اگه از علاقمندان سینما و تلویزیون ترکیه هستین، عضویت در کانال لنز رو به هیچ وجه فراموش نکنین.